به شما عرض کردم که تابلویی که پشت سر من هست کار یک هنرمند ایرانی مقیم کانادا به نام خانم بهار هست که در تورنتو زندگی میکنن. بهار این تابلو رو برای من فرستاد و تصویرش رو، و در تظاهرات نیویورک هم کنار این تابلو بودیم، با هم یک مصاحبه کوتاه 1 دقیقه‌ای کردیم. به این مصاحبه توجه بفرمایید. که از دل ایران جوشیده و در سر تا سر ایران گسترده شده. خانوم ها در صف مقدم این قیام بودن و موها رو یکم اغرارآمیز درست کردم، به خاطر اینکه موی برهنه در ایران سمبل آزادیه و به برکت نسیم آزادی این موها اینطور به رقص در اومده و در گوشه گوشه ایران گره خورده و داره ایران رو با خودش به سمت فردای روشن و ایران آزاد میبره. متشکرم. خیلی ممنون. ملاحظه فرمودید که تصویر و توضیحات بهار رو در مورد تابلویی که ملاحظه فرمودید، یکی از زیباترین تابلوهایی است که من دیدم و فکر میکنم بعد از اون مجسمه ندا این کاری یگانه و در خور ستایش باشه. اجازه بدید که برگردیم به 22 ماه سپتامبر در نیویورک. ساعت حدود 7 و 7:30 بعد از ظهر بود. هوا غروب میکرد. ایرانی‌های زیادی در پارک نبودند. ناگهان تعداد زیادی سفید پوش ظاهر شدند. بچه‌های سبز بودند که این بار سفید پوشیده بودند. آمدند و نمایش زیبا از نور و صدا رو به اجرا گذاشتند. قبل از اون من یک گفتگو کردم با دکتر علی ابتهی. دکتر علی ابتهی حقوقدان